دوشنبه یا یارانه بهتر از هر یکشنبه یا یارانه آشی یک به یک خوره یا یارانه پیش از شبی دوشنبه یا یارانه آشی یک به یک خوره یا یارانه پیش از شبی دوشنبه یا یارانه آشی پلاوی زیتون یا یارانه ما نمودی گناهگون یا یارانه بحر شما عزیزان یا یارانه شادی نماید افزون یا یارانه بحر شما عزیزان یا یارانه شادی نماید افزون یا یارانه بعدی خوش و دوباره یا یارانه ببخش ما بر شما یا یارانه از سیمای عزیه یا یارانه تماشا کنید ما را یا یارانه از سیمای عزیه یا یارانه خوشی زیتون به بیای یا یارانه یا یارانه یا یارانه امینه زیر کرم فرق کردم می؟ پیش خدمت آمده تست گرفته برود بودم. السلام علیکم تماشابینان عزیز و ارجمند مخلصان و هواداران برنامه هجوی گپ. عزیزان ما فرصت را غنیمت دانسته خودی حاضر با مصلحت دوستان با مصلحت پیشکی گوییم الکی ما وارد خانه شما شدیم طریق سیمای آزیا اچ دی. سیمای آزیا اچ دی و آژانسی تنتنه تقدیم می‌نمایند. آژانسی تنتنه تمامی تشویش‌های شما عایدی برگزاری توی مرکه این کاری ما است. مراجعت نمایید عزیزان. تویتون جانان کنیم می‌گذاریم. خلاص درباره همکاران گپ می‌زنیم عزیزان. یکم برنامه بی همکار نمیشه رفیقا. همین فرصت استفاده برده همکارا با خودی حاضر ما در قهوه‌خانه طرفخانه زیتون چندین دفعه گفته شدم با باز تکرار میگم که عزیزان ما در کوچه سیر دریا بینای رقم 40 اهل اویله قتی یارو دوستا قتی برآمده بیایید 30 نمودی طعام یه خودتون انتخاب کنید. باز میدونید می آشی پلوی جانان همین زیتون اند رفیقا. جای و موضع همین نشستتون بهترین پیش خدمت ها عموما گپ نیست. و باز یک همکاری دیگری ما این استودیو نواربرداری عزیزان ویدیو نواربرداری کسبی با صفت اعلی با تمام نمود تکنیکای زمانوی لحظه‌های خوش و خرسندیتون را بنوار میگیرند و البته خیلی ما بی صدا پرداز ظفرجان خوشنگ لیبل در یک لحظه معمای شما را وابسته به صدا حل و فصل مینمایند. شریکی با اعتماد و با لذت ما شرکتی عزیزی. شرکت عزیزی مال و محصولات گوشتی در بالای دسترخوان شماست. نفگانی از شرکتی عزیزی، حسیب‌های نهاری، خانم و اسپزک است. شما میتوانید مال و محصولات با لذت ترین شرکت عزیزی را در تمام نقطه‌های فروش در قلمرو ولایت جمهوری خریداری کرده باشید. شرکت عزیزی. پروفیل های اکپن همکاری کلی ماست. در تیره‌های پلاستیکی اکپن را خریداری نمایید. اکپن انتخابی درستی شماست. یک قرصک می‌نمایید عزیز می‌زنید. لبه وای دفعه برنامه‌نده آش پلاو و مانند کردیم. این دفعه همین فکرم همین مانتو و مانند کنیم. بهترین میشه. اگر مانتو و مانند کنیم مثلا شما یک دیگه مانتو و گویین. رحمت من دیگه مانتو فتی خورسان شدم کلام بودش من. یکی سوراخش بوله. همه بهترش میدانیم چی؟ آتک همون نامی کدی گرمی داده میستاد. ریشه به کار میکرد. لیکن همین ها روی پشت می بیا نباشه نمی روی پشت میکشیم یک کم منطقه میکشیم علاوه این دوستی از شما جان این منطقه ما کمتر تندک و کمتر شیرینک فرق نمیشه. لیکن عزیزان مظفر جان و دوستی عزیزی ما دلیر جان اینجا خوشمنتو مبارز جان مانتوی دیگی بهادر جان گل مانتو لیکن همین فراموش نکنید که گل مانتو بسیار تعمیرات توی باشه. توش میره قلاتمون چکو است. عبدالخلیل خیر کو بولی مانتو لابرا بلیز
محکم‌بای خوش آمدید عزیزا شوخی ما مهمان داریم سر خودتون داریتون و گوش کن تو مهمان داریم قوتی منطقه یک تا سامبوسا مهمانی برنامه امروزه ما دوستان عزیز دوستم حافظی بسیار نامی یک حافظی که من بسیار حرمت میکنم برای یک آواز جرنگاسی رفیقا سراج‌الدین خدا میرگانم خوش آمدید لیکن همین منطق گوشادیم دادارمو یک تا همون طرف نگاه کنید قوتی منطق گوشتار با کدوگین چاکر عالم جان واحدوف معلش اینا به منطق نه اینا منطق نه اینا صاحبی منطق نه پیرلوفکا بهار بچه‌ها ما شوخی کردیم خوش آمدید تماشاگران عزیز و ارجمند راستی برنامه گپ چطوری که ما در برنامه گذشته گفتیم یک چند صحیفه ها دارد ما رو از نزدیک آینه نیلگون دور نروید برنامه ما خیلی جالب می رود و گمان میکنم که بهادر جان عزیز فرصتی آن رسید که یکم لطیفه را برای تماشاگران عزیز و ارجمند ما تقدیم نماییم هم تو این کارا شما اجرا میکنید یا من اجرا کنم؟ نه از شما از کلام گویید از کلام این خیلی عالم جان مرحمت کلام حرمت کردن تو یک فرصتایی بود که خیلی شکرگزاری از آن میکنیم که امروز الان پاندمی یا بیماری ها دور شدن و یک فرصتایی بود که مردم کوچه ما نبرامدن مردم علاقه روشن بستگی بود که کوچه نبرامد کو یک مردک از جوانی خانش یک تا وینوی گورجی گفته است یک تا مشروبات اسپریت عرقی فرانسوی گفته است همین خیلی آورساسو خودم کو برامده نمیتونم هیچ جا اقلا دیل و جگر یک چغزده بیاد برای همین گفتم یک تا آدم بربه میدرامده سو یک کروتای بچه کو و بربه درامده من به همون زورش گفته است همش کم من هر نمودی سپریتنای کم ریخته دادیم 50 تا زورش گفته بودیم ریخته دادیم یک تا زدیم واه گفتیم همه نگاه کرده است با یک دم شده جفت کنید گفتیم با همیخی کنید باز زدیم واه گفتیم یک تا آدم تماشا کرده شتیگی بوده رفته گفته است که این قدر خودش کلان گفته این خیلی کداست من بیام همیخی کده ریزید چی گفت هر نمود ریخته تیم ویم زده سو یگان خیل ویاش نیست کو همه عرق باید همه سپریت یگان خیل ویاش نیست کو چند پول میشد گفت $500 گفت وای اکتاش بخیر رفت از باربر رفت سو ریز سر میشد ریز سر میشد ریز پولوچی که میتونم گفتم که سر شد دلیر جان مرحمت یک تا خر یک تا خر ره گذشته ازشان موشه آمده زده است یک دم ژورنالیست آمده سو یکم آخر پسیانده تینجی میت زشت شد گفت من آدم بوین اولی پیش خود گذشته استم میگه یک تا حیوان موشه که آمده زد بود اهم عجایبش همین که رفیقای ببینید هیچ مثلا گیریم اگر درباره خر و درباره همین چیزا گپ زنیم اگر روزنامه‌نگار پیشش به مقصد گذاشته است درباره حیات 10 مرده من یک تا لوحه تیار کردم کیم کدام کوی طرفی لخش با برونده رفته است دور بده رواد یک تا آدم که اسوی کشته است سلام علیکم و علیکم سلام این گوسفنداتم چهل یک سال بعد چقدر پشمیتیان گفت سفیدش سیاهش می خیلی ندارم سفیدش گفت نقص پشمیتیان سیاهش چی نباشد گفت ویم نقص نباشد اگر درباره غذاش گپ زنیم علف میخورن تمام میگوید سفیدش می سیاهش می خیلی سفیدش هم گفت سفیدش هم یم خوریش نقص سیاهش چی گفت سیاهش هم نقص من نفهمیدم چون شما سفید و سیاه گفته گپ میزنید گفت سفیدش یعنی خودم دی سیاهش چی گفت ویم یعنی خودم خودش آدم تمام کرده دیواره میشه خدا یک تا چوپان همیخی گوسفندای وایکده رفته ایسا تلفن شده است یا من هم تو تلفن میبرد دارم گفت رفته گوسفندای هم تو نگاه کنی هم مجا باره مایلش گفته که نه بیمار شما یا نه من پستاسی هم یتش برابر مظفر جان انیکدوتی زیاد گفتن اینا زن سر رول بشته است ماشین که برافته است هم تو پاورات کنه هم تو گهی داشته است تو داشته خواهرم اکو شما پاورات که در نگیرانده و یک دی داخل گذاشتید چون شما خیلی پاورات که در نگیرانده گذاشتید اکو شرف میکنم گفت این زیر بخیات همه بینادی من کجا میرفتی گیم وای انمو زنک پیش از وای بفرم دیگه پروب که
شما کجا میشناسید؟ من وقتی گفتگی بود شش تلفن کردم شما گیشتین شاورش تلفن کرد زنش سریالان تو گجان داد بعد من پروب فرومدم ولی پیشتن ماشین بول میگفت پیشمان هیچ کس نیست که تفاهم یا اگه ماشین ابو گیشلی گفتن یا گیشلی کم بندگی بجا آوردیم گذاشته ابو گیی هم میگذاشت از گویی پیشو قفا میریم پیشو قفا میریم یا محلی گفتی که من رفته استان ماسونی میریم اونجا و روان گفتی که منمی را دستی راست جان دستی چپ دوزا کدامش با خواهید دوام دنگرید گفت گیشلی اما پریکلاس که استان نمیشد یک آدم داویدم دیستاد یک آدمی دیگه اخکر نیا کرشته است آشخانه سوخسوز نگاه کرشته است حتی اینجا میشه خیلی آرام شدید یک تو آب پاپ چاشید گفت خبیسید یک کم روز افقاتی گرم میخوریم خدا خواهد ما دوستا چطوری که گفتیم ما امروز میهمان داریم دوستی عزیزی ما سراجدین خدای مرگرف میهمانی ما هستند من گمان میکنم که حافظا یگان جوب دست خالی نمیبیان و گمان میکنم که یکی از همین سروده های بهترینشونه خودی حاضر برای ما و برای تماشابینان مخلصانی برنامه گپ ارزانی میدارن مرحمت دوستان تشکر زیاد اخوای عزیز با همراهی علیم جان آقا هلال‌الدین مصلحت کردیم یک سرودی دیلده آهنگسازش عبدالرحمن تاشماتوف متنی نور محمد نیازی همین خوانده میکنیم باشد مرحمت بیارکه گلکی بهارکه منم انتظارته قدمی مبارکه دل ده بیارکه گلکی بهارکه منم انتظارته قدمی مبارکه قدمی مبارکه از همه زرها بلند حسنی روحت قیمت شهری خوجان نرخی تو را یار بگویند و چند سر ننهی جان برهد بازمی نرخی تو را یار بگویند و چند سر ننهی جان برهد بازمی دل ده بیارکه گلکی بهارکه منم انتظارته قدمی مبارکه دل ده بیارکه گلکی بهارکه منم انتظارته قدمی مبارکه قدمی مبارکه قدمی مبارکه تشکر زیاد با قدمی مبارک شما نیز این برنامه ما خیلی رنگی جالب گرفتیم تشکر زیاد موسیق اصلا من بسیار میخواستم که رفتی لطیف آبم همراه شده میسید خدا اگر خواهد همراهی میکنید منه خلاص شعبه قبولگاه نزدی احیای حیات یا دخترک پری شانسم که چش داشتنده هم دکتر گذاشته است میبخشید یک دقیقه است حاضر رنگی و بیماری آوردگی چه خیلی شده دکترم کوسخانه سر ضرب دیدگی دو تا دست شکستگی پوچک آویزان کرموندیم ما خلاص شکم به دردی سخت شدگی همین است یا بعد رمضان ممکن میگه نه ممکن نیه وقت شبیه یک دقیقه ضرورم بود گفت شما من بگویید من رفتم میگم خواهرم گفتم نباشد گویید من برای همین امتحان گذاشتم ماشین راندگیم یا امتحان گذاشتم نمی همونا سامی مخمکا درست شدیانده همو احیا فرومدگی انم درست شدیانو بعد یک دو ماهش هم دکتر دیده دکتر جان رست و من به خدمت کردید من قریب مردگی بودم من درست شدم چه خیلی همین خدمتم شما برگردونم دکترم فعلش که نقد باشد بهتر گفتم من همین بعضیا فربیه گفت پیش دکتر برفتم همین ویس هم به قدم چند شدنش در کنم 6 متر میگفت یک تاش دکتر با دوامده السلام علیکم
assalomu alaykum bepul tabobat mekardagi doktor gud doktor va alaykum assalom durust nemeshudagi kasal tarabxona va peshxizmat nomidasiz peshxizmat bo'lasizki menyuga obordi chu menyu turamda narxash ne degan ishtitom namurad yakta odam mast juda barba davomdasi ako guftasi barmenga nigah qildi ako yak chakka araqaton champul gud yak chakka araq bepul yak chakka gud 100 chakka rezid hapsxona ba istiloh turma bugun hamma دیدم به یک روزی یعنی خیلی دیدم میاد همه دیدم با آدم موسوس یک تا همین نجمیدین گفته که مردک بهش که ناموسوس سانی همون نچالنیک هم ده نجمیدین گرفته بیا اونجا گفته سلام علیکم رفیق سردار اومدم گفت چه این 3 ماه 4 ماه بس همه دیدم میاد تو میبروی اشکی نیست تو میبروی تینجی میگه خیشاوندام های نیست نیو همین جان ما گفته یک زنک автобусан дигар занак паҳлуш пишта мемонаду бенад хотир вай занак парешон дугона чӯ хотиратон парешон тинҷӣ мегӯяд напурсед хоҳар мегӯд 5 духтар дорам ҳоло якта домод надорам ин аламе бинед гӯяд дугона ҳаминам алами мегӯд шумо алами мана бинед як духтар дорам аллакай соҳиби 5 домод шудам якта духтар якта бачичи майдачи омда модарашба гуфтаску бубаҷон ман ҳамин рӯз автобус ба шиштагӣ будам якта одами духтари зани калонсол ба ҷотиам нашиштам гашта бо зони додам ба шиштагӣ фтам гуфтам ҳамин ҳозира наврасои нигоҳ кунед агар бегоҳӣ шавад агар мошинашон ки падарашон биён калити мошина гирифта дадаҷон шушта биёми унту кунам унту мекунам мошина гирифта мебурон бо рафиқошона суер мекунанд як худашона нишон метавонанд калонигирӣ кунанд якта бача BMW X6 ин дадаш ани худаш не флаш карда наметавонад велик ба флаш нест лекин дадаш ҳай киро шамол бем рафсод бачаҳоям исто мо мефуроем гуфтад ҷон ширин ку ҳарду мефуроварду фромс гирад ой бекор фромси манада балогардоноҳай балое мегардонам рсед пушташ мо ихештад пушад нигоҳ кунад балогардоно моям фуроем гуфтад падар саҳар кати галстуки соз кунад пеши оина биё корбоб рафсодааст духтараш дадаҷон якта боса кунам шумо корбоб рафсодид гӯяд бувад боса кунаш пул нест дига гуфтад вай ҳамун занак шавҳараш гуфтааст ки дадаш ман духтурба рафтаму мана тарафҳои анталию турсию ҳам тарафҳо гуфт як боду ҳавотон нав кунед гуфт киҷо мерим гӯд дига духтури мерим як бачаки бачаи духтар ҳардошон пара ошиқо ҷуфт ку парканда бурафтосиан ҳардош бача гуфтааст ки гӯш кун ҷон мана мо ту ки 1 сол шуд мегардим мана инҷанда шикаст нест 1 сол эси мегардим бӯса шад гӯ веям не чо мекунди хе не дизе мегӯд якта илтимос якта гӯд не ҳама дизе мегӯд фаҳма шарманда мешим якта набошад ман мебуравам гӯд якта мегуфта ҳа гӯд малаш бӯса куниду фақат шикаст ме нагӯида гӯд бачам эхе бошад неинтересно ҳамун пара духтара гуфтааст ки ҷон гуфтааст ҷои операсия шудагиме нишон тиҳам шумо гӯд чихими нишон теҷи гӯд ана 4 этаж духтар ки бача иштасо гуфтагитон боин саҳар как ҳавои хел хунукча де хел духтаракои ҳамако бисёр баъзиш хира де ягон гапҳои нағз занед ягон гапҳои гарм занед гуфтааст инам алов батарея гуфтааст батареям вай мегуфтам нами қабурғои шумо бой гуфтааст ҳамон духтара гӯед гуфтааст ки як гап занед ки гуфтааст ами аъзои баданам аланга гирад ами мӯҳам рост шавад ами гап гӯед гӯд тайёр гап қафомонда малесаки дадот истодиям якташ сини солаш камакак духтарӣ гузаштагӣ якун ҳисоби калонтару ва хелашам во мехӯрад ку ишқ аз нигоҳи аввал во охир кишта шумо чанд сола ҷонам гуфтамонад чанд метид ёрдам метиҳам шумо ба ман шумо ёрдам метиҳам духтарчам садик ба мерад гуфтамонад мураббия мевай якта сини соли духтара фаҳмам гуфта шумоя год ражданиятон чанд гӯд одам духтар намепурсад гӯд
روزی تولدتون که گفت 4 اپریل گفت کی آخی گفت 7 سال گفته است. این همه هر دوتون همراه شنونیم نفس کشی روز پیدا نمیکردیم. نه بینی ما ببین. همه نفس بین مونده. شریکی با اعتماد و با لذتی ما شرکتی عزیزی. شرکتی عزیزی مال محصولات گوشتی در بالای دسترخوان شماست. نوگانی از شرکتی عزیزی. حسیب‌های نهاری خانم وصف زکه است. شما میتوانید مال محصولات با لذت ترین شرکتی عزیزی را در تمام نقطه‌های فروش در قلمرو ولایت و جمهوری خریداری کرده باشید. شرکتی عزیزی. پروفیل های اکپن همکاری کلی ماست. در تیرزه های پلاستیکی اکپن را خریداری نمایید. اکپن انتخابی درستی شماست. Компания «Азизи» – производитель колбас и мясных деликатесов с 2006 года. Мясо от лучших поставщиков. Отборная говядина. Натуральные пряности. Уникальная рецептура и традиция наших технологов – вот секрет вкуса нашей продукции. «Азизи» – у качества есть свое имя. دخترم من از دیها آمدم. من با هم گرمی تابستان با و هم خنکی زمستان با تاباورش در کار. خانه ما در سر کوچه. گوشم تین شود. من به گپی خانه کوچه و گپی کوچه خانه و نمیدروردگیش لازم. من یک کارگری عادی. من به نغزی نرخش دسترسش لازم. برای کارخانه نوی من استانداردهای جهانی و جوابگوی باشد. برای من صفتش بلندش لازم. این خیلی باشد به شما در تیرزه ها از پروفیل های اکپن لازم. اکپن به شما پروفیل های به استانداردهای جهانی جوابگوی را پیشکش می نماید. اکپن با پروفیل های خود 25 سال کفالت می دهد. برای آنکه پروفیل های اکپن با گرمی و خنکی طبیعتی ما تاباور می باشد. اکپن انتخاب برای تمام حیات. یکتاش سوال دادی که هرتون برابر یکتاش سوال دادی که همین سویت درباره سویت گفت سویت چیزی ها نمیگذارد گفت اکلوشو زمستان با ایگان چون نمیگذارد گفت جبار سلوک نزدیک دیده یک طالب معلومات سوال داشت که پدرتون سیکور گفت پدرم ترانسفورماتور گفت خیلی گفت 380 میگیریم 220 میتیم گفت اینک اقیانوسی آرام امریکانسو پادمودی لطکو که برافسوس اتاش است که کاپیتانش وای گفته است یاردمش به زجرافتا بنیت پیشنده ما انگلیسی گفتم پیشنده پریبار نشان داشت یک پادمودی لطک گفته است وایم شپا رفته گشته با اومده کاپیتان گفته است وای خیتایی گفت از کجا فهمیده گفت بیرونش به خیتایی نویسی گفت حاضر همه جا به خیتایی نویسی یا برا با فهمیده بیفته چپا رفته اتکر گوش کنم پادوان لطکانی اوروسا گفته است چه وای خیلی فهمیدی گفت درنده اوروسی گفته است گفت حاضر بسیاری میلاد اوروسی گفته است دیگه بار فهمیدی گفت چپ رفته گشت تیز اومده است ها گفت انی توجیکا بوده است چه وای گفت درش تخت کنم میهمان نواز کو دروید ما گابانشتیم لطیفه گفتم یک حالت یاد اومد تاجیکستان لابراتوری لهجه ها میگوینده هر یک ناحیه دهاتان لهجه است منم نه شهر خوشم با اومدگی این گپ 20 سال شده اومدیم بعد سانو بیگاه همون خوابگاه هندشته بودیم هیچ کس نبود در خوابگاه بیایم پاسبان گفتن که امک بچه‌م بیا من یک آشی به مزه پختم بیا همراه من خودم تنها گفتم خوب گفتم اومدم پیشام بعد چی میگفتن که بچه‌م فمدول میخوری میگفتن من گفتم نه من خیلی چیز خوردگی نیستم نمیخورم حقانی نمیخوریم آشکتی با مزه گفتم فمدول میخوریم من خوردگی نه هم معلش بین طبقچند خوشم یک پمیدار چارت کردم سان دیدم گفتم ها اگر اسفران نمودید پامیل دارو بخورید میشه اگر اشتلم باشید اگر انشوا اشتی کو پمیدار میگه پامیدارس که میخورید میشه کجام بفهمید لیکن اما وقت شما خراب بوده میدونید چی اگر خیلی فربی هر دومون خیلی درآمد داریم هیچ کی چی نمیتیاد از مسئله خوردن به یک اویلی اکون سالی فانتزی رو کنید تا اولی آدم خورا کنیبال میگه واقعا کنیبالیزم با پمیدار خورد نمیشه همون جانده اولی همون اکون مادر خوننده بچه‌ش همکتا اومدسو و دادم گوجان دگه نمیدن خلدینی که من کمک موندگی بود
اشتیای تام تماشاگران عزیز و ارجمند، البته ما بعضن از همون واقعه های عجیبی که در حیات می شود همون چیزا نقل میکنیم. این چیز به استاد عزیز و ارجمند علاوالدین جان، این صحیفه متصدیش علاوالدین. بنابراین همون کس خواهش دارن که شما یگان واقعه عجیب در توی میماره که میخونتون به عموما یگان چی یگان تو نقل میکردید. تشکر. یک سالی فستیوال озмун рафтим Самарқанд. Якум мо санаткаро як одатомо ҳаки гуҷорем агар якте навор гифте мебинед, клип мекунем ҳамаҷо суруде. Як навор бардорои якте гидамо ёфтамдину. Ҳамуно гуфтанд ки ҷои зӯр бибарид моя гуфтам. Ягон ҷои зӯр ба сёмка кунем, инҷа ҷоҳои зӯр ку Самарқанд. Майлашу як раҳкираш як 200 сомо мешад де гуфтам. Майлаш гуфтам, майлаш. ماشین بیشتر برو رفتیم رسا رفتیم یک مالی همی خود همی کوهی روخه که خدا ماده همونجا گرا رفت مایه و آدم گفت که من آمدیم من گفتم اکا جان خانم 100 متر قدم مانا همی خیلی اون بیفرام من گفتم فوق گشته سمرقند با آمدیم ده اونجا ده امین شما حافظات جای کلیپ شما انتخاب میکنید یا کارگردان انتخاب میکند؟ با مصلحت البته. نه بعضی‌ها میبینم مثلا رفته روان تو وایش کلیپ میشه دیگه ماسترش توخیشه. بعضی‌ها همین چیزای میسازد مثلا من علاوالدین هلالدی مثلا شما کلیپ‌های هم جاهای نازم میگیرن کجا میگیرن هلالدین شما؟ باقی ملی. تگوی زردالو تگوی گلو. تگوی زردالو. تگوی توت. تگوی توت. تگانه کم گرفتم. میخواست بالا بیام گشته نمیشه دکا؟ میخوام. یک سرگذشت گفتند که ما با امر تقدیر 9 سال دانشجو بودیم. همینجا آمده آموزگارای عجیب انسان ها خاراکتر خلق و اطوار نگاه هاشان عجیب بود. یک استاد ما بودن خدا رحمتی اینفرماتیکا درس میدادن دانش کامپیوتری بود خیلی ماهرانه درس میدادن همیشه میآموختیم دیگر بعد یک روز آمدم عصبشون ویران شما همتون خوانده نمیتونید از شما یگان خیلی کامپیوتر چیزی نمیبراید شما این شما وای آدمی که یگان بار ما جنگ نکرده بودن شما این شما وای دیگر استاد گفته میبخشید ما برای چی خوانده نمیتونیم وای نمیتونید از شما هیچی نمیبراید از چوه نمیبراید من دین زادروزم بود یک تا گل پدرکه نکرده تام اما در وای گفتید در درس اینفرماتیک ما معلم ما اکن یک قد و قامت دار اون تو کمتر سیاست میکنن گفتن که من گذاشت این اینفرماتیک جهانی این درسی گفتن من گذاشته استگی چیزا گفتن روسیه و ایوان هم گذاشته گفتن امریکانگی معلم هم همین چیزا گذاشته گفت یک سوال ممکن می معلم گفت یک همسینفا گاوزه نید گفت همین امریکا و رویم همین چیز نیست گفت چیزی میشه ثانیه گفت همون گفتگی معلم همین سوال دادگی معلم گرام بیاد زده هم آینه میپرونم گفت زن و شوهر فرزند بسیار بود است بعضی وقتا مثلا خداوند فرزند بسیار میتید یا تابستان به فرزنده برده پیشی باباش و بیبیش میمونده است این دفعه برده مونده سو گرفتم سنتیابر شده که رواد که یکم همه آچه بابا دویده برام دیدن اورا بچه ها ما اومد گفتن یک روز دیننگ رسو بارون سخت دسته میخوام که بارون سخت یکتاش دویده اومده که امک زنتون سیل برد من میدونستم بچه من میدونستم اول همین بارون خدا رحمت آبی رحمت گفتم بارون بارساس یکتاش همسایه اومده تق کرده داره ها گفت باتوله ها رفتی اونجا بجا آب وکره کشونه بیم همونجا وکره نیستی اما گفت است یه کلاش همون جمع دیم گفت من دوتا کلاشم بارون گفتی تو یک کارش دیگه یاد با من تئاتر بمین حکیم جان احمد استاد انور جان احمد داداشون آیا می هر دفعه بیان اگر علاوالدین اکام که اکتام جان میگفت که حکیم اکا یک تا مایلش گوید گیان یا در مایلش میگفتنده اکنون بارونچه بودوس همین دندانشون قبضانسیان اینو این دستی راستانه اکتام دست چپنده حکیم اکا مایلش گوید گیدگر اون تو میکننده یک تا گوید مایلش گوید بس که تسیم میگن علاوالدین جان اکتام جان من امروز مایلش گفته نمیتونم همیشه بیسی دندانم تا سر در کرد حوض مایلش گم ممکن با دندانم در میکند همین من مایلشش من به دیگر روز گفته تیم مایلش میم همون تئاتر به
مول چیزا میشد که استادا گفته داده گرام یک ویشون بود است که پارولشون آمداد گردم گفت نمی یونانگه آدم باشه جان میگفت است یه روز دیگرشون ماشین حرکته رفته ایستان یکتیشون همون ویشون عربی که برخص بیدی هم دی هم تو باید آشناشون دیده آمداد گردم گفت آدم جان میگفت درونی جیوک آدم رفته همین ما فخریدین میدونیم من دایره چیه فخریدین یک بچه عادی مثلا این خیلی سیرگپ هم نیه مینوازن دایرشون عجایبش اینه که اینا مینوازن افتی فخریدین مینم ده دایرشون این فکر آره خیر خلاص فخریدین اکوی تلکون توجبوف توی های ماشین 07 سفید میرد ساعت 9 پیشی کمال خوجنده به ایست ماشین توی میگیرد گفتم فخریدینم شما دانشون گفتم دیگه اینجا و یا خیلی دایره داشتلو خیلی گپی سیرگپ هم نی کلانگیری هم نمیکنه اما مندن تو کریشنان 07 هم دست سفید توی با ها شین گفت گرفته برفت از رومان رفته که فخریدین یه خیلی نواخسیان توی اکود پیشتر دراز میشد که توی بسیار میشد ارقار اخصاص دایره که پاکریستی گشتن کراچی توی تمام میشد اینو وایمی گلی گل مو دادگی فتاست برام جام اكو تو ويا بقى تلقناكو تلفون كده فخردين نامرد يعني قلت ايه چخيه اخي من نامدم ما رفته اونجا گذاشتم عرق زیه کردم منو چیزی شد که اما تفتن کن دلار سفید میره بابا جان غفور فقط تو اون طرف هم ده اما رو ما رفتم که خودت میدونی نشم جمشید اکو запись کردم سیم سروده اکو دایره فخردین نواختنشون دکار گوش بیمانه دل ما دل را با یک بارک کلبه ای احسان ما را مرحبا یک بارک یاملی جمشید اکو запись کردم سینو برام داشته جمشید حیران با این آواز اگوجا برام داشته آخر دایره یه بار داشتیم و جمشید اکو کنه خانه دکا گفت سروده خانم اگر پیش میکروفون زیاده که با دایره چه هم قینده خیک تکی هم مناختی هنده یه هر یک زدن به قوت در کرده اونجا بخیر تیمبالی با افتی توی مردم دیسته دادن دایره دایره چه دیگر دولت برافته سو یک در 12 کس و یا مشقشون وای که دستشان دیه باشه این است این تو دیده سو همه خیلی ایسین زندگی کردن این خیلی زمانه اکون دیده خیلی اکون درباره صنعتکاری هم گپ زدیم یکون لطیفه بهترین اگر بهادر جان باشد گویید نباشد اگر سه بچه ها اخوات میکنه اخواتنیک شده و ملتی قشوانه گفته جنگل به درام دیان یک تا قارچه ماید توشکاش مایده نگاه کده ملتی قشوانه داشته ایسان گوید یک تا خرگوش برامده است پخ کده انداخته یعنی دلشی رفته ایسان کلان ترش برامده است غاوی کلان ترش با همین ملتی قشوانه مانده پایدشینا خیرس برامده است پخ کده خیرس انداخته یعنی با کلان همه کلان ترش برامده است اینجا چیزی نرمی گفته رفته ملتق کردی پایدشینا پگاش به گزیته ها و یک نویگری برامده است سه تا شکارچی نو یادگیر تگی پاییز با مانده مود گفته یک دخترک و یافته است کوزه چه یافته سو تو کشک شد جیم برامده است جیم برامده است که من 1000 سال من همینجا قمه بودم تو خلاص کردی منه رحمت تو سه تا حاجیلان خواهشت که من اجرا میکنم گفت لباش میتونم همه‌ش میتونم همین خیلی کنید که همین پسر بچه ها اخفام داویده کردند گفت گپ نیست که ریشی کنده داختی بیداخت گفت توپ شد از دختره شکار گفتیم دو نفر دوستا جنگلند برفتیستن از پیش خیرس بر اومده است هم تو ایستاده یکتاش خم شده سو بند کفش بسته ایستاد این شریک گفت است که چوکا دوست تو این ناز اگر غیزانت قیام کرد هر دوم هم قبل میخوره داخل گریختن نمیتونه میگه این گفت است که آشنا من همین اتو گذاشته برام شد همون دو تا آشنا پلنگ با واقع دیدم پلنگ غیزانده است یکتاش گفت هر دوشان گریخت داشت یکتاش گفت که درخت برایم پلنگ برامده نمیتواند من کتاب خوندگی گفته درخت برامده است پلنگ هم عقفاشو برامده است دویمش برامده نمیتواند گفتی که گفت ویاش همین کتاب نخواندگی سیال این پلنگ یک گروه بچه ها گپ خانه با اگه بسیارتر موضوع همین گپ نگاه کنیم اگر بسیار محله ها با گپ میشد کارخانه ها گپ چی ها هست گپ
خوردهشون یک نفر پیدا شده همون در پیدا داشت السلام علیکم گفت آدمی ناودی و علیکم گفت تلفن نمیخرید تامی گفت تلفن نمیخرید تامی گفت چند پول گفت 1000 تومان اینش نشه پیچ پیچ کنه 50 تا ریز حاضر حسابش نرخ ارزان میکنه گفت ببین کنجی بدین چی دیگه ریختیان همین 50 تا 1000 گفت بودم 850 میتی هم شما بگو یکی دیگه ریزیم 50 تا دیگه ریز نمو فروشم گفت نمو فروشم گفت چی بود گفت من همین یک تا عرق زنم گفت همین فروش دادم پگاک گفت توی خانه شما علیزم نمیروده توی خانه خوجنده باید اونجا بلندیچه شد همونجا می سوزم من از عشقت می سوزم گفته آبروز بدارم ده همین خونده ایستم چیمم یک 10 نفر بچه ها شیشته است من نگاه کرده گوید خنده میکننده راستیگه فعل هم آمده بعد امروز 4 تا سرودی سوت خانده شدم سیکین پایین فروندم بعد یک تاشته سیکین جیغ زدم با اینجا بیده که گفتم تینجی می؟ من گفتم من اونجا سرود خانم شما اینجا خنده که داستان گویم اکا خمو خفه نشوید ما پجرنیکا این گام بیخ نباشد وقت خانده نداده بعد از وای همون چقدر ویو باشن اگر پجرنیکا توی همونو همشون برفته میسوزم خونده دادم یک دمیخه پجرنیک گازبشچورشون بوده سو کوه حاضر زمانında گازبشچور هایکران قهرمانی ده این خیلی خوردنی بیزین کده محلان ده هایکر بعد حاضر اكو چخه رسمیت بشه دیگه آدما میرساشون لبی دروازه پیشتر بود خاموشان میداره برده حاضر هیچ کی فرقش نی قیمت باشدم کوچه ماندم رو بکو این آدما بر اساس گازبشچور کدیه کم غرق چیکار رسیده است رسیده است الان کو سار شده است اونجا کپو کور فرومده قصر فرومدگی این آدم اكو بینات کی اون تو ماشین خودش کی نمیده ببین برام هم گوشت کنم گشته وکر گفت که بیام میگم که ای بی همین خودش را به موندگی کو این گفته تاق سوی ماشینا تاق سوی ماشینا برو دیگه رابطه ماشینش مون دان کرد پیشی ماشین رفت است روات نشالنی گئی کدام که تلفن کتی گاوسه سوزیای دمیس نشالنی رسو گفتم شما تاق کردم نیستی شما خیریت گفتم واسه اصلا گریم درباره همه آدمایی که ماشیناشون بیرون میمونن من گفتنی هست گفتنی دارم رابا نمونتون رفیقا دراریتون همون خونتون دراریتون ماشین چی بگفتید بعضا میبید رابا ماندگی ماشین آدم زیغ میشد تا قد میکنید که دیگه از قطعه کرد گذاشتم رو بده پیشتون یا نمی هم با خواهش میکنیم ماشین دارا مثلا گریم اتجام نمی دراریتون همون دیگه میتونید میشه خیریت یا نمی ماشین توپالنگ زیر کده قرفتگی بود است ماشین تازه کنیتان نمی گفته نویسته برفتی اندی یا با نویسیان دو بار نویسیان همین یک مایک کده آوردم آنم چی گفتم مایک کده تازه کده آوردم آنم میخ کردی میشوده است کو نویسی زادروزی کارمند گمرک زادروز یک تیشه زادروزش همه مسئولیت کرد چیزی تو فکر کنیم چی آیفون 14 کنیم میگه نه بیان آیفون 14 تک نباشه دیگه اون ساعتی دستی من کنم ساعتش بیان نباشه دیگه یک روز همه ما قربان بریم خودش برات میگه دیگه توفیق قیمت در کار نه دوستان عزیز و ارجمند ما رسیدیم تا به لحظه‌ای که انا شاعری بسیار پسندیده ما و شما شاعری که دای ما قلمشون تیز است در همه موضوع نوشتن میگیرن صندلی دیگر چیز لیکن امروز در موضوع پاره‌خورا در موضوع بهترین موضوع گرفتید لیکن پاره‌خورها اون نفرایی که برای کارتون بود کردن 4 تنگه میگیرن یعنی اکو آرتیستای شما فکر نکنید اینها رفته خدمت میکنن با ها خدمت نکره میگیرن همین خیلی دوستی عزیز ما بهترین موضوع گرفتیم پاره‌خورم خب من باوری کامل دارم که پس از شنیدن همین مصرع‌های سرودی ما در هوای کدام سرود جانان به نظر آمد اجرا میکنیم دوستان عزیز خیلی بود یک دو قطار جانان به نظر آمد یک تا خواندتی یه شعر یعنی خودتونه ای زلفی کجت انبر رخسار مهی انور ای لعل لبت گوهر امان به نظر آمد بدونی محکم کن نیه مگه تو همین خوندگی همین آدم آنژلیک زانش خیلی محکم جان مرحمت رفتیم
که شدی پول مست هم ذهنی و هم پس وجدان تو رفت از دست دلار به نظر آمد ای آن که شدی پول مست هم ذهنی و هم پس وجدان تو رفت از دست دلار به نظر آمد دوستان تو هم پول شد جانان تو هم پول شد ایمان تو هم پول شد دلار به نظر آمد ای آن که شدی پول مست هم ذهنی و هم پس وجدان تو رفت از دست دلار به نظر آمد ای آن که شدی پول مست هم ذهنی و هم پس وجدان تو رفت از دست دلار به نظر آمد را پاره خورده روزی که نیارند پول پژمرده شوی چون گل تا جیب تو گردد پول دلار به نظر آمد پول دردی تو را درمان پول کرده تو را سرسام روزی که براری جان همیان به نظر آمد ای آن که شدی پول مست هم ذهنی و هم پس وجدان تو رفت از دست دلار به نظر آمد ای آن که شدی پول مست هم ذهنی و هم پس وجدان تو رفت از دست دلار به نظر آمد دلار به نظر آمد دلار به نظر آمد دلار به نظر آمد بچه ها من گمان میکنم که محکم جان برای چی این خیلی میخوند همون طلب میکرسم سرود طلب کرده حالا خدا خواهد انجلی که ببینیم ولی خب اویله آدمانی سختترین زقنه ها میگن خوجان بده مردک خودش مگزین داشته است کار میکنه پسرش کاپ تکنیک تمام کرده یک روز کار با برات میبینیم گفت بیگویراز کو پدر پسر کار کرده خانه میبینن دادر مادرش هم خاچ خیال پسر چی ما گفت این آمانم گذراندین چرا گفت وقتی ازدواج به گریه کرد ازدواج دوست هستم مقیم جانکو یک درباره من شعر شد لطیفه ها شد شعر شد سرود شد با چی ماند ضرب المثل ها ماند ضرب المثل ها ماند البته این یک صحیفه علایده ما است که بابت ضرب المثل های مردمی آسیای میانه گرفته کم نوگونی در آورده این هم یک صحیفه است مبارک جان عزیز من باوری کامل دارم که شما امروز یک ضرب المثل رو انتخاب کردید که در حقیقت خنده آور درباره موضوع گپ خب مرحمت خب تشکر زیاد من ضرب المثل مقال گفتان مردهای نامی انسانهای نامی دانشمند در تاریخ ما خیلی بسیار هست و مردم هم خیلی مقال‌ها و ضرب المثل‌های جالب دارن که هر لحظه میتوانیم اون استفاده بریم با وجود آن از بس که امروز تکنولوژی پیش برفتگی است تلفن پیش برفتگی است همین تشکیلات و اداره‌هایی که هستن از دلخواه حالت ما و شما رو طریق همین SMS پیامک‌ها وای میکنن آگاه میکنن پیشنهاد میکردیم که چی میشود که همین ضرب المثل طریقی همین گپشان ساعت فلان یا از این عکس استفاده برید یا احتیاط باشید دیگر نیو طریق ضرب المثل و مقال ها و گفتارهای مردمی آگاه میکردن از اون حالا عجایب میشد SMS پیامکی همین با یک پیشنهاد بود همین خوانده میتیم فرض کردیم روشنی چراغ خانه پدر و مادر قرض فرزندی است با احترام شبکه‌های برقی مثلا وقتی پرداخت پول برق آمادگی گفتنی گپ شنیدن که بود مانند دیدن با احترام تلویزیون ناقلی ناامید بنده شیطان است با احترام در عکس شرکت ورزید ابر اگر از قبله خیزد سخت باران می شود با احترام اداره حالتهای فوق‌العاده پیریوال بنبروی تو روزگار از پستی و بلندی خالی نیست با احترام اداره راه گفتیم خیلی دل به این دنیا مبند دنیای فانی بگذره اداره نفقه گونه خب
لک این موجز برای کمبغل نایاب بود. با احترام شرکت سیاحی گفتیم. از گفتن تا کردن فرسخ خاص با احترام اداره عقد نکاح. از گفتن تا کردن خاکساری نیز فضیلت از با احترام ماموریت قبرستان گفتیم. بر سری فرزند آدم هرچی آید بگذرد با احترام اداره انداز و ما را به هیچ صحبت یاران همدم است. با احترام برنامه هجوی گپ. یک ساختمان‌های نگاه کنید، خانه‌های بسیار ساخت شده‌اند که بعضن وقت بعضیاشون سرکار میشن، سراسری میشن. یک کس همین سه چهار کس بچه‌ها موبایل بوده است، کاکر برنده غیش این خیلی شده است، خیلی شده برنده است. بعد سونی و شیفش هم اونجا گفت است که امروز کمیسیون بیاد قبول با چا میکنیم؟ گفت خیلی استیاس نه خودمون میخوایم استیاس اگر بیاد چی وای نیفت است. همین کمیسیون گذاشته است که دیوار غلطه میشد می دنبال که غلطه این بچه‌ها حاضر یاشو گاب زور کو تاک 20 وقتی غلط نشد این هفته. به هر حال اصلا حالت برام دیانده. دو نفر تاجیک بچه‌ها رسیدند بینن کول هست. خیلی یک ریسمان گرفتن نوگاش به همون قلماق 60 مانده 60 ساخته قبل ماهی تیلاف رو آمده. قبل که ماهی گفته است که مرا سطح التماس من همون خواسته اجرا میکنم. سیتا میسید نه حاضر کریزیسو یک چی اجرا میکنم. یک تا خواهش می ها اجرا میکنیم انیق هم همیشه دیداسی میگفت از میدان وسیع ها همینجا 10 تا دام شده همونش تو کتورکش ما تیار دادن. بهترین تماشاگران عزیز و ارجمند مخلصان گرامی اون نفرانی که طی چند لحظه ها با همراهی ما بودن، البته از سخن‌های بامزه ما خواهش میکنیم آرزوی آن داریم که گوشهای شما در نکنه عزیزان. و اینجا رسیدیم به فرجام برنامه گپ. باوری کامل دارم که شمایان عزیز البته در شبکه اجتماعی شبکه یوتیوب کانال عزیز را شما البته پیگیری میکنید، آبونه میشوید و تکلیفات خویش را در همان جا گذارید. ما حتما آن را خوانده همین تکلیفات شما را اجرا میکنیم. میخواستم تشکری زیاد گویم به مهمان برنامه امروزه سراج‌الدین جان عزیزم، وقتی قیمت خود را دارین داشته آمده و در آینده برنامه ما باز یک چند صحیفه های دیگر را نیز دارد که ما میخواهیم آن را نیز راه اندازی کنیم. روز بر روز ما حرکت کنیم که برنامه شوق‌آورتر شود. ما را نه تنها در تاجیکستان در تمام دنیا تماشا کی دارند، بعضا میشود که بسیاری میگویند که بسیار کوتاه کردید برنامه. بنابراین ما حرکت میکنیم که صحیفه ها را زیاد کنیم و وقتی برنامه را زیادتر کنیم. به هر حال ما را طاقت کردید. به همه شما خانه آبادی، خاطر جمعی و آمدی کار را خواهان هستم. خندیدن را فراموش نکنید عزیزان. خنده زنگ دل انسان را میشه. آشی پلاو با مزه، آشی پلاو خوشمزه، آشی پلاو با مزه، آشی پلاو خوشمزه، لذت برد دل و جان از پلاوی تاجیکان.